شاکره برای بچه تیم ملی. آقا این جاوید عشق ابدی با اون گوشوارهای خوشگلش و فیس نازش دوباره بچه بازیاشو شروع کرد. خاله زنکه دیگه. صداش هم که میبینه این گوز در نیامده است. هر وقت حرف میزنه توجه کنید. این رابطش هم که رید توش رفت. اینقدر بچه بازی در میاره و این بچه ها رفتار میکنه. هنوز یه هفته نشده میخواد با دختر مردم همه کار بکنه. اونم خره نمیفهمه. فهمید دیگه بچه نیستش که پیچید به بازی. بزن به چاک عمو جون. تو فکر کردی من بچه هم؟ یاشارم یه جوریه میگه من صابخونم انگار شده صاحب کل ترکیه. آخه درخسیمی چکش فرنگی. تو دیگه من نکن که. فاز جمون گرفته به پارتنرش میگه تو اگه با کسی جر و بس کردی تو چیزی نگو من خودم دهنشو جر میدم. تو گوز کدوم کونی آخه. فلان شده. بیا این از تو بهتره. این نگاش کن. این خیلی وفاش بهتره بیشتره. این تو لنگارم میده هوا. باشو برو. باشو بدو. خداحافظ. گود نایت.